این خالد 14 سال تهجد خوندی، 28 سالم بخونی، 280 سالم بخونی، الله قبول نمیکنه نماز. چرا؟ اسرار قرآن عظیم شان در کشور کنیا. مشکل چهارمش که تو عقیده نداری برسی. در کشور کنیا بعض مسلمان ها یک گروپ علمایشان یک تحقیقات کردن. تحقیقات بسیار ساده است، شما گوش کنین، این زندگی تانه تغییر میده انشالله. بسیار گپ حدیث مگم زندگی تانه تغییر میده. رفتن در قریه مسلمان ها تحقیقات کردن، دیدن که بعض مسلمان هاست مثلا آیت کرسی شریف میخونه، دعای قرضداری میخونه، بعض دعاهای دیگر میخونه، مگم قبول نمیشه. 13 سال تهجد میخونه، کاتش صحبت کرد که تهجد میخونی قبول شد؟ گفت نه. پس وجه حدیث آورد که الله سبحانه تعالی در آسمان اول میاد، چرا کنم که بشانش لازم است، میگه کی از مریض که من شفا بدمش، کی از غریب که من غنا بدمش. یعنی چی مشکل داری ای بنده ایم که من مشکلات شما را حل کنم. اینجا حدیث دیدن و اینجا دیدن که 15 سال یک مسلمان دعا کرده دعاش قبول نشده، 13 سال دعا کرده دعاش قبول نشده. یک مسلمانه که بعد از نماز فرض آیت کرسی شریف خوانده و رفته، میبینه که باز سر از یک مصیبت آمده. حالان که رسول الله میگه کسی که آیت کرسی شریف بعد از نماز فرض قرائت کنه کان فی ذمه الله، او در مراقبت الله سبحانه و تعالی می باشه. یعنی اینجا گپ الله و رسول الله صلی الله علیه و گفته و اینجا دیده تحقیقات که عمل نشده. چرا گفته؟ این یقین میکنیم که گپ الله و سخن رسول الله صلی الله علیه و 100%، یعنی چیزی که میگم و شما مرایس یک مسلمان یقین کنیم و او تاثیرات خودم داره. در ذکر که میکنیم یا عبادت که میکنیم فکر ما درست نیست. او مثلا در سر نماز هستیم فکر ما در دکان است، در سر نماز هستیم فکر ما در شیرینی خوری دختر خاله ماست که چرا قبل لباس بپوشیم. بالکل وقتی که حضور نباشه، این خالد 14 سال تهجد خوندی، 28 سالم بخونی، 280 سالم بخونی، الله قبول نمیکنه نماز. چرا؟ فکرت نیست، نماز درست یاد نداری، سجده و رکوع صحیح نیست، الفاظ قرآن صحیح نیست، معنای نماز نمیفهمی. خیلی چی معامله کنه که تو الله سبحانه و تعالی. بنان برادران و خواهر عزیز، هر کسی که میخواد دعایش قبول شود، هر کسی میخواد که از زندگی خود لذت ببره، هر کسی میخواد هر احادیث درباره هر چیز که فوایدش آمده که این مستفید شود، فقط اول عقیده کنه سر دین، دوم تلفظ از اون یاد بگیره، سوم کار چی میکنه معنای از یاد بگیره، چهارم کار صبر کنه انشالله، تکرارا ایره بگه، الله سبحانه و تعالی کل مشکلاتش حل میکنه. دیگه الله سبحانه و تعالی تمام شما رو جنت نصیب کنه. برادران و خواهر عزیز، بین که مسلمانای عقیدتی شویم، مسلمانای مذبذب نباشیم. جزاکم الله.